زنی که افریته رو دیدی؟ من مجردم، من تنها، مراقب باشید. فکر کردی چه گوهیه؟ قربونت برم چقدر عصبی میشی، رو مخت اصلا دیگه نمیریم. من که بهش اهمیت نمیدم. چرا فکر کردی من اینا رو به خاطر تو میگم یا مثلا استرس دارم اون به چشم تو بیاد؟ تو هر روز 100 بار خودتو شکر کنی که منو داری محمد. باز این حسابش خورد شد. معلومه که من 1000 بار خدا رو شکر میکنم عزیزم. والا از سرت هم زیادیه. باشه دیر شد، بریم. سلام خانم، خسته نباشید. امروز جای تشریف میبرید؟ سلام، خوب شد اومدی. آره یه جلسه فوری داریم. وایسا لباس عوض کنم بریم. پس من بیرون منتظرتونم. نه وایسا، وسیله دارم. چشم. نمیخواد اون رو ببینی. لباس تنمه. اونا رو بردار بریم. چشم، با اجازه. آقای امینی. جانم خانم. لطف میکنید از داخل داشبورد عینک منو بی زحمت بهم بدید. چشم. بفرمایید خانم. معلومه که زن تو خیلی دوست داری. چطور؟ تو این چند سالی که شرکت داشتم پیش نیومده مردی بیاد که هر لحظه منو نگاه نکنه. تو اولیش. حالا شاید قبلی‌ها مجرد بودن یا نمیدونم. متأهلا که 100 پله بدتر بودن. برای همین میگم تو انگار خیلی دوستش. بله خانم، من همه زندگیم وصله به اون، اصلا نباشه مردم. ان شاءالله که همینجوری بمونه.